تام هریس که یک مأمور از سازمان سیاز واسه انجام یه مأموریت اومده به قندهار، یکی از شهرهای افغانستان. سازمان هم چارچشمی مواظب تامه که به سلامت از قندهار خارج بشه و به آمریکا برگرده. نیروی ویژه ایران هم در به در دنبال تام و دستگیر کردن اونه. اگه وقت می‌خواست اینجا فرار کنه جلوشو بگیر. در همین حین تام که راننده ماشینه اونو میکوبه به ماشین جلوی خودش و راننده هم که حسابی از این کار کفری شده شروع میکنه به داد و هوار سر تام. در همین حین تام نیروی ویژه ایران رو میبینه که دارن بهش نزدیک میشن و گازش رو میگیره و فرار میکنه. یه موتورسیکلت هم که یه جورایی پشتیبانی تام هست میاد و به ماشینی که جلوی راه تام سبز شده بمب وصل میکنه و توی چشم به هم زدن منفجرش میکنه. تام و مترجم افغانیش دارن از شهر خارج میشن که یه ون دیگه میاد جلوشون و شروع میکنه به شلیک کردن به اونا. بالاخره نیروی ویژه ایران میتونه تام رو شکار کنه یا نه؟